تا حالا فکر کردین چرا بعضی آدم‌ها انگار جادو میکنن و همیشه موفقن؟ رازش هم سخت‌کوشی یا شانس نیست. همش توی یک کلمه است. طرز فکرشون. امروز میخوایم این جادو رو یاد بگیریم. خوش اومدین به خلاصه کتاب آدم‌های موفق چگونه می‌اندیشند. اثر جان سی مکسل. تصور کنین بتونین قفل رازهایی رو باز کنین که زندگیتون رو زیر و رو کنه. کمکتون کنه مشکلات رو ضربه فنی کنین، تصمیمای بهتر بگیرین و به ته پتانسیلتون برسین. چه دنبال پیشرفت کاری باشین، چه بخواین رابطه هاتون رو بهتر کنین یا بخواین شخصاً رشد کنین، نکته هایی که اینجا میگم ممکنه دقیقاً همون کلید رؤیاهاتون باشه. پس با من بمونین، چون میخوایم استراتژی هایی رو بررسی کنیم که طرز فکرتون و در نهایت زندگیتون رو عوض کنه. باور کنین تا آخر این ویدیو ابزارهای عملی دارین که میتونین همین الان استفاده کنین تا توی هر بخش از زندگیتون موفق‌تر بشین. 1. یاد بگیرین بزرگ فکر کنین، دید کلی داشته باشین. اگه آدم متفکری باشین یا بتونین خوب فکر کنین، توی هر شغلی میتونین غوغا کنین. اما این فقط برای پیشرفت شغلی خوب نیست. کمکتون میکنه به عنوان یه آدم رشد کنین. یه آدم متفکر میتونه توی همه جنبه‌های زندگی موفق بشه و یه خبر حتی بهتر، همه میتونن طرز فکرشون رو عوض کنن، از جمله شما. اما قبل از اینکه زندگیتون رو عوض کنین، یه چند تا نکته رو باید یادتون باشه. طرز فکرتون خود به خود عوض نمیشه. مثل یه عضله است، باید هر روز روی روند فکریتون کار کنین تا بهتر بشه. این کار زحمت داره. ممکنه یکی از شادش برانگیزترین کارهایی باشه که انجام میدین، اما یادتون باشه که میتونه زندگیتون رو زیر و رو کنه. این یه تضمینه. بزرگ فکر کردن یا تمرکز روی دراز مدت یکی از راهاییه که میتونین یه متفکر بهتر بشین. جک ولش، مدیر عامل سابق جنرال الکتریک، اینجوری فکر میکرد. اون به کارمنداش تاکید میکرد که نگه داشتن رابطه خوب با مشتری خیلی حیاتیه. بعضی وقتا حتی مهمتر از یه فروش فوری. رابطه خوب با مشتری یعنی فروش بیشتر توی آینده. بزرگ فکر کردن یعنی دیدتون رو وسیع کنین. فقط به امروز فکر نکنین. به فرصت‌هایی که ممکنه توی آینده سر راهتون قرار بگیرن هم فکر کنین. با آدمایی وقت بگذرونین که اینجوری فکر میکنن. متوجه میشین که دیدشون به زندگی متفاوت و منحصر به فرده. اونایی که بزرگ فکر میکنن این ویژگی ها رو دارن. همیشه در حال یادگیری هن. هیچ وقت از دانش فعلیشون راضی نیستن و همیشه تشنه یادگیری بیشترن. از دیدن جاهای جدید و دیدن آدمای جدید لذت میبرن. شما میتونین این شوق یادگیری اطلاعات جدید رو بیارین توی زندگی روزمرتون. به تقویم و لیست کارهای روزانشون توجه دارن. میخواین روی کدوم روز یا کار جدید تمرکز کنین؟ خیلی مهمه که حداقل یه روز رو برای این کار مشخص کنین. خودتون رو از لحاظ ذهنی آماده کنین تا به کارهای اون روز خاص توجه بیشتری بکنین. درک کنین که این کار داره شما رو به سمت موفقیت میبره. با دقت گوش میدن. تواضع برای متفکر خوب شدن ضروریه. ممکنه همه چیز رو ندونین، اما اگه شروع کنین با دقت گوش بدین، این موضوع میتونه عوض بشه. به حرف متخصصها گوش بدین، چون دانش عمیقی توی زمینشون دارن. مثلا نویسنده این کتاب، جان سی مکسل، با 900 مربی فوتبال صحبت کرد. اون با شوق ازشون درباره استراتژی‌های کار تیمیشون پرسید. مربی‌ها از شور و شوق اون برای یادگیری کیف کردن و به تمام سوالاش جواب دادن. جان میدونست که خیلی چیزا هست که هنوز باید یاد بگیره و این فرصت رو برای گسترش دانشش از دست نداد. کامل زندگی کنین. شما آزاد هستین، هر کاری میخواین بکنین، اما فقط یه بار زندگی میکنین. کسایی که بزرگ فکر میکنن میخوان یه زندگی رضایت بخش و پربار داشته باشن. برای همینه که همیشه دنبال فرصت‌هایی برای رشد هستن. اونا میخوان به گذشتهشون نگاه کنن و از جوری که زندگی کردن راضی باشن. تعصب نداشته باشین. بزرگ فکر کردن ذهنتون رو باز میکنه.
کمکتون میکنه با همدلی بیشتری با آدم‌ها و دیدگاه‌هاشون ارتباط برقرار کنین. گوش دادن به کسایی که فکراشون با شما فرق داره خیلی مفیده. اگه این کار رو نکنین، ریسک اینو دارین که بی اطلاع و متعصب بشین. اگه لجباز بمونین، هیچ وقت رشد نمی‌کنین و دیدگاهتون محدود میمونه. بزرگ فکر کردن کمکتون میکنه بفهمین کدوم کارها باید اولویت داشته باشن و کدوم کارها میتونن عقب بیفتن. بعضی وقتا زندگی روزمره میتونه آدم رو غرق کنه و ممکنه انرژیتون رو جای غلطی صرف کنین. قبل از اینکه به چیزی واکنش نشون بدین یا کاری کنین، از خودتون یه سوال بپرسین. میخواین این کار رو در دراز مدت ادامه بدین؟ اگه آره، برین جلو و انجامش بدین. اگه نه، فراموشش کنین و رد شین. 2. تفکر خلاق رو پرورش بدین. پرورش دادن تفکر خلاق یک کلید دیگه برای متفکر خوب شدنه. خلاق بودن لزوماً به این معنی نیست که همش دنبال ایده های کاملاً جدید باشین. در واقع خیلی از هنرمندهای بزرگ از بقیه الهام گرفتن. ایده های جدید و اوریجینال خیلی نایابن. خلاق بودن یعنی یه ایده موجود رو بگیرین و یه چیز جدید از خودتون بهش اضافه کنین. اینجا چند تا از ارزش‌هایی هست که متفکرهای خلاق دارن. اونا برای ایده ها ارزش قائلن. دقیقاً مثل کسایی که دید کلی دارن، متفکرهای خلاق هم روشنفکرن. اونا فقط ادعای خلاقیت نمی کنن، فعالانه برای خلاق شدن تلاش می کنن. نمیتونین ایده خلق کنین مگر اینکه اول ایده بقیه رو قدر بدونین. دنبال گزینه ها می گردن. تعجبی نداره که متفکرهای خلاق از احتمالهای زیاد نمی ترسن. در واقع اونا فعالانه دنبال گزینه‌های بیشتر می‌گردن، چون داشتن گزینه‌های بیشتر توانایی اونا رو برای خلاقانه فکر کردن تقویت می‌کنه. مثلا خود نویسنده جان سی مکسول دوست داشت گزینه‌های زیادی داشته باشه، چون اینجوری میتونست بهترین راهکار رو از بینشون پیدا کنه. از بلا تکلیفی نمی‌ترسن. این ارزش دقیقاً به قبلی مرتبطه. متفکرهای خلاق از ناشناخته‌ها یا بلا تکلیفی ترسی ندارن. اونا معتقدن وقتی یه چیزی فیکس نیست، فرصتهای بیشتری برای کشف کردن فراهم میکنه. اونا از تخیلشون برای پر کردن جاهای خالی توی یه داستان یا برنامه استفاده میکنن. از شکست نمیترسن. داشتن فرصتهای زیاد این معنی رو هم میده که شانس شکست خوردن هم زیاده. برای همینه که خیلی از آدم‌ها از خلاقانه فکر کردن میترسن. چسبیدن به ایده‌های قدیمی راحت‌تر و امن‌تره. اما متفکرهای خلاق از فراتر رفتن از مرزهای فکری مرسوم لذت میبرن. اونا درک میکنن که 99 بار شکست خوردن ارزشش رو داره، اگه به این معنی باشه که یه ایده معنادار رو با موفقیت به زندگی برگردونین. خب، چطور میتونین متفکر خلاق درونتون رو بیدار کنین؟ قاتل‌های خلاقیت رو نابود کنین. سعی کنین خودتون رو محدود نکنین، مخصوصاً ذهنی. به خودتون نگین من آدم خلاقی نیستم. یه ایده رو فقط به خاطر اینکه اولش غیر منطقی یا مسخره به نظر میاد رد نکنین. از همه مهمتر از شکست نترسین. باید به خودتون و پتانسیل خلاقیتتون ایمان داشته باشین. سوالای درست بپرسین. خیلی عادیه که یه ذهن غیر خلاق بتونه یه جواب غلط رو تشخیص بده، اما یه ذهن خلاق همیشه سوالای غلط رو پیدا میکنه. سوالای غلط خیلی بدتر از جوابای غلطن، چون مسیرهای خلاقیتتون رو مسدود میکنن. اونها نمیذارن ذهنتون واضح فکر کنه. پس دفعه بعدی که با یه مشکل روبرو شدین، این سوالا رو از خودتون بپرسین. چرا باید اینجوری انجام بشه؟ آیا راه دیگه‌ای برای انجامش هست؟ دلیلای پشت این مشکل چیان؟ اگه این کار رو نکنم چی میشه؟ این سوالا کمک میکنه ذهنتون رو برای خلاقانه فکر کردن تمرین بدین. یه ذهن خلاق میتونه کلی راهکار عالی پیدا کنه. با بقیه ی آدمای خلاق وقت بگذرونین. خلاقیت مصریه.
پس دور و برتون رو با آدمایی پر کنین که از کشف احتمالهای مختلف نمی‌ترسن. تا حالا توی یه جلسه طوفان فکری خوب بودین؟ دیدین که بعد از شنیدن ایده های بقیه خودتون هم یه ایده درخشان به ذهنتون رسید؟ بعد از همچین جلسه‌ای احتمالاً حس کردین کلی انرژی دارین. تفکر خلاق این تأثیر رو داره. بهتون نشون میده که همیشه مجبور نیستین یه مسیر خشک و سفت رو دنبال کنین. 3. از تفکر استراتژیک استفاده کنین. اصطلاح تفکر استراتژیک ممکنه یکم ترسناک به نظر بیاد، نه؟ ممکنه پرسنل نظامی یا فیلمای جنگی رو یادتون بندازه. اما تفکر استراتژیک رو به راحتی میتونین توی زندگی روزمرتون پیاده کنین. چیزی که جان سی مکسول دید این بود که آدم‌ها معمولاً زندگیشون رو روزانه برنامه میریزن. صبح از خواب بلند میشن، یه لیست کار درست میکنن و میرن سر کار. بعضی از آدم‌ها هفتگی برنامه میریزن. هوای تقویمشون رو دارن. قرارهای ملاقات رو چک میکنن و میرن سر کار. اما جان زندگیشو 40 روز برنامه میریزه. اون برنامه‌ش رو مرور میکنه و تصمیم میگیره کدوم روزها باید سفر کنه. فعالیت‌هایی که میتونه با خانواده‌اش انجام بده رو هم جا میده و روزهای خاصی رو برای پروژه‌هاش کنار میذاره. این روش برنامه‌ریزی یک کلید اصلیه که چرا جان کلی چیز به دست آورده. تفکر استراتژیک کاراییتون رو بالا میبره. یه مسیر واضح برای رسیدن به هدفاتون فراهم میکنه و نقاط قوتتون رو تقویت میکنه. حس میکنین غرق یه پروژه بزرگ شدین؟ تفکر استراتژیک کمکتون میکنه اون رو به تیکه‌های قابل مدیریت خرد کنین. وقتی یه چیزی رو قدم به قدم برنامه میریزن، قابل دسترستر میشه. برای توسعه تفکر استراتژیک با خرد کردن کارها به تیکه‌های کوچیکتر شروع کنین. اینجوری اونها کمتر ترسناک میشن و کمکتون میکنه اونها رو مؤثرتر انجام بدین. چون میتونین روی هر تیکه تمرکز کنین. جوری که کار رو خرد میکنین به خودتون بستگی داره. میتونه بر اساس هدف، سطح مسئولیت یا کارایی باشه. بعدش هدفهای واقعی رو شناسایی کنین و روشون تمرکز کنین. برای حل یه مشکل عجله نکنین، چون مشکلی که پیدا کردین ممکنه چندین مشکل زمینه‌ای داشته باشه. زمان بذارین و برین به ریشه مشکل. خیلی حیاتیه که توی این مرحله بی‌طرف بمونین. منابعتون رو ارزیابی کنین. فکر کنین چقدر زمان دارین. آیا پول کافی دارین؟ و آیا تمام منابع لازم برای تکمیل پروژه‌تون رو دارین؟ مشخص کنین ممکنه لازم باشه چی قرض بگیرین تا کار انجام بشه. بعدش یه نقشه بکشین. جان معتقده که روند برنامه ریزیتون به پیچیدگی نقشتون بستگی داره. اما اون توصیه میکنه با اولین قدم شروع کنین. مثلا اگه دارین میرین توی یه ساختمون جدید، اولین قدم ممکنه کشف منطقه توی شهر باشه. این کمک میکنه جریان انرژی رو توی تیمتون حفظ کنین تا همه رو هیجان زده و با انگیزه برای کار نگه دارین. مطمئن بشین آدمای درست رو جای درست میذارین. اگه آدمای درست رو برای کارهای درست اختصاص ندین، کلی چیز ممکنه غلط پیش بره و نقشه استراتژیکتون درست پیاده نمیشه. اختصاص دادن کارها به آدم غلط میتونه منجر به مشکل، ناامیدی، زودرنجی و پشیمونی بشه. با دقت نقاط قوت و ضعف هر آدم رو بررسی کنین تا موفقیت رو تضمین کنین. در نهایت این روند رو تکرار کنین. مشکلات کوچیک با نظم حل میشن، اما مشکلات بزرگ نیاز به تفکر استراتژیک دارن. برای توسعه این مهارت باید مداوم تفکر استراتژیک رو تمرین کنین. اولش ممکنه بی زحمت به نظر نیاد، چون هنوز دارین همه چیز رو سر و سامون میدین. اما با گذشت زمان تفکر استراتژیک برای شما طبیعی تر میشه. چه مشکل کوچیک باشه چه بزرگ میتونین با راحتی حلش کنین. 4. از تفکر تأمل برانگیز فکر کردن به گذشته یاد بگیرین. توی جامعه امروز معمولاً عمل ارزش بیشتری نسبت به فکر کردن داره.
عملها نتایج ملموس دارن، در حالی که فکر کردن معمولاً به نظر اونقدر پربازده نمیاد. اما جان سی مکسول تاکید میکنه که تفکر تأمل برانگیز، یعنی عمیقاً فکر کردن درباره چیزها، میتونه در واقع نتایج بهتری بده. تفکر تأمل برانگیز دید واقعی بهتون میده. بعد از تعطیلات، جان همیشه 2 سوال از بچه‌هاش میپرسید. از چی بیشتر لذت بردن و از این سفر چی یاد گرفتن؟ این روش اون بود که به اونا قدرت تأمل کردن رو یاد بده. خیلی از آدم‌ها به تجربه هاشون توجه زیادی نمی کنن. بدون تأمل متوجه نمیشین چی ازشون یاد گرفتین. تفکر تأمل برانگیز همچنین به توسعه صداقت احساسی کمک میکنه. وقتی توی یه موقعیت به شدت احساسی هستین، سخت واضح فکر کنین. معمولاً خیلی روی این تمرکز دارین که چه حسی دارین. در حالی که طبیعی روی احساساتتون تمرکز کنین، اما میتونه قضاوتتون رو تیره کنه. اینجاست که تفکر تأمل برانگیز خیلی حیاتی میشه. یادآوری یه تجربه احساسی میتونه بهتون دید بده. بهتون اجازه میده ببینین چطور میتونستین اون موقعیت رو بهتر مدیریت کنین. این تأمل آمادتون میکنه تا توی آینده با موقعیت‌های مشابه مؤثرتر برخورد کنین. یه فایده دیگه ی تفکر تأمل برانگیز اینه که شما رو توی تصمیم‌هاتون مطمئن‌تر و با اعتماد به نفس‌تر میکنه. اگه کسی هستین که مداوم به انتخاب‌هاتون شک دارین، تأمل کردن میتونه کمکتون کنه دوباره ارزیابیشون کنین. زمان بذارین تا فکر کنین توی هر تصمیمی که میگیرین. با گذشت زمان این تمرین تفکرتون رو تیزتر میکنه و کمکتون میکنه شهود حس ششم بهتری پیدا کنین. خب، چطور میتونین تفکر تأمل برانگیز رو توسعه بدین؟ اول به خودتون زمان برای تأمل کردن بدین. این یه قدم حیاتیه که خیلی از آدم‌ها نادیده میگیرن. ممکنه بگن نمیتونن تمرکز کنن یا خسته کننده است. اما هر آدم موفقی زمانی رو برای فکر کردن کنار میذاره. اگه این کار رو نکنین، ممکنه هیچ وقت به موفقیتی که میخواین نرسین. دوم، حواس پرتی ها رو نابود کنین. به آرامش و سکوت برای فکر کردن نیاز دارین. پس یه فضا پیدا کنین که کسی مزاحمتون نشه. هیچ گجتی رو با خودتون نبرین. جان همه جا آرامش پیدا میکنه، چه روی یه سنگ بیرون خونش نشسته باشه، چه توی یه پارک. چیزی که مهمه اینه که کسی تأملتون رو قطع نکنه. سوم، مداوم تقویم یا دفترچه غذاییتون رو بررسی کنین. در حالی که این ابزارها کمک میکنن روزتون رو برنامه بریزین، میتونن به توسعه تفکر تأمل برانگیز هم کمک کنن. فکر کنین چطور میخواین روزتون رو بگذرونین و امیدوارین چه چیزی به دست بیارین. بعدش نقشه ها و عمل های محکمی بر اساس فکرها و احساساتتون درست کنین. اگه حس میکنین غرق کار شدین، فکر کنین که بعضی کارها رو به آدمای قابل اعتماد واگذار کنین. تقویم و دفترچه‌تون نشون میدن چطور زمانتون رو میگذرونین و اولویتاتون چیان. تأمل کنین آیا فعالیت‌هایی که دارین زمانتون رو روش صرف میکنین واقعاً ارزشش رو دارن؟ کمکتون میکنن به عنوان یه آدم رشد کنین؟ رابطه هاتون با دوستا و خانواده رو قوی‌تر میکنن؟ حرفتون رو پیش میبرن؟ تفکر تأمل برانگیز کمک میکنه جواب این سوالا رو پیدا کنین. در نهایت فکرهاتون رو تبدیل به عمل کنین. وقتی تأمل کردین، بر اساس دیدی که پیدا کردین عمل کنین. این قدم خیلی ضروریه، چون میتونه زندگیتون رو عوض کنه. تا حالا توی یه همایش بودین که الهام بخشتون بوده؟ شاید با دقت به حرفای سخنران گوش دادین، نوت برداشتین و به خودتون قول دادین که روی بهبود خودتون کار کنین. اما بعد از اینکه همایش تموم شد، پیگیری نکردین و اون نوت‌ها هیچ وقت دوباره مرور نشدن. بدون عمل، تفکر تأمل برانگیز بی‌معنیه. همیشه یادتون باشه که فکر کردن باید به 3 نتیجه برسه. بهتون دید بده، توی آینده راهنماییتون کنه و کمکتون کنه به عنوان یه آدم رشد کنین. 5.
تفکر عمومی رو زیر سوال ببرین. همرنگ جماعت شدن یا تایید نظر بقیه راحته. مثلا انجام دادن هر چیزی که رئیستون میگه ممکنه به این معنی باشه که هیچ وقت با مشکلی روبرو نمیشین. دنبال کردن سنت راحته. اگه بیشتر آدم‌ها به چیزی باور دارن، ما معمولاً فرض میکنیم که حتماً درسته. این چیزیه که بهش میگیم تفکر عمومی، همون همرنگ جماعت شدن. اما باور به این که چیزی که اکثریت فکر میکنن حقیقته اصلاً درست نیست. کوپرنیک رو یادتونه؟ توی زمان اون آدم‌ها باور داشتن که زمین مرکز جهانه. اما کوپرنیک ثابت کرد که اونا اشتباه میکنن. اون نشون داد که منظومه شمسی دور خورشید میچرخه، نه زمین. اون تفکر عمومی زمان خودش رو به چالش کشید. تفکر عمومی میتونه دروغ رو ترویج بده. آدم‌ها اونقدر از تنها بودن میترسن که حاضرن همون مسیری رو برن که همه میرن. هیچ کس نمیخواد از گروه جدا بشه. تغییر هم ترسناکه. روتین باعث میشه حس امنیت کنیم. اما این به این معنی نیست که همیشه روش درستیه. برای موفق شدن باید سنت رو به چالش بکشین. این ممکنه به این معنی باشه که به رئیستون نشون بدین یه روش خاص انجام کارها ناکارآمده. توانایی زیر سوال بردن تفکر عمومی نشانه یه متفکر خوبه. برای جدا شدن از تفکر عمومی ضروریه که هر چیزی رو که میشنوین زیر سوال ببرین. با گذشت زمان زیر سوال بردن براتون طبیعی میشه. اینجا چند تا کار دیگه هست که باید قبل از دنبال کردن چیزی انجام بدین. یه لحظه وقت بذارین و دربارش فکر کنین. خیلی از آدم‌ها کورکورانه بقیه رو دنبال میکنن فقط به خاطر اینکه اون چیز محبوبه. بعضی وقتا یه آدم یه عقیده رو دنبال میکنه چون راحت ترین گزینه است. جان رو مثال بزنین. بعد از حوادث تلخ 11 سپتامبر 2001 خیلی از آدم‌ها از سفر به نیویورک میترسیدن و کلی از پروازها کنسل شد. اما جان و همسرش اینو به عنوان یه فرصت دیدن و تصمیم گرفتن به نیویورک برن. اونا از قیمت پایینتر بلیت هواپیما و خلوتی جمعیت استفاده کردن. اونا نمی ترسیدن چون امنیت بعد از اون حادثه حتی سختگیرانه تر شده بود. اگه جان تفکر عمومی رو دنبال می کرد، اون و همسرش کلی پول توی سفرشون به نیویورک صرفه‌جویی نمی کردن. دوری از تفکر عمومی بهتون اجازه میده بهترین گزینه رو برای موقعیت خودتون انتخاب کنین. خودتون رو تشویق کنین تا فکرهایی رو که با فکر خودتون فرق داره قبول کنین. تواضع برای موفقیت حیاتیه. به این حقیقت احترام بذارین که ممکنه بقیه متفاوت فکر کنن و درک کنین که دیدگاه اونا میتونه چیزی بهتون یاد بده. روش‌های اونا رو رد نکنین، حتی اگه کاملاً متفاوت از روش شما به نظر بیان. به خودتون این شانس رو بدین که تا جای ممکن آدم‌های مختلف از پس‌زمینه‌های متفاوت ارتباط داشته باشین، چه توی تحصیلات، شغل یا علایق. هرچه بیشتر با آدم‌های متفاوت از خودتون تعامل داشته باشین، بیشتر میتونین تفکرتون رو گسترش بدین. همیشه فکرهای خودتون رو زیر سوال ببرین. حالا که یاد گرفتین چطور از تفکر عمومی رها بشین، میتونین مداوم ایده های خودتون رو به چالش بکشین و در نهایت روشی رو پیدا کنین که بهترین بازدهی رو برای شما داره. چسبیدن به این نوع تفکر برای تمام عمر راحت تر از اون چیزیه که فکر میکنین. این روش برای شما جواب میده، حتی اگه محبوب ترین روش نباشه. اما اگه از تغییر تفکرتون سرباز بزنین، رشد نمی کنین. توی چیزایی که باور دارین درست و راحتاً گیر می کنین و کلی فرصت خوب رو از دست میدین. برای همینه که حیاتی مداوم خودتون رو به چالش بکشین. اونایی که تغییر رو قبول می کنن آینده درخشانتری دارن. چیزهای جدید و روشهای جدید رو امتحان کنین. عادت کنین هر ماه یه چیز جدید رو امتحان کنین. تجربه‌های جدید میتونه به ایده‌های جدید منجر بشه. امتحان کردن یه چیز جدید لزوماً نباید خطرناک باشه. میتونین با تغییرات کوچیک توی روتینتون شروع کنین. مثلا یه مسیر متفاوت رو برای برگشت به خونه امتحان کنین. یا توی یه رستوران چیزی سفارش بدین که هیچ وقت امتحان نکردین.
وقتی یک کار رو بارها و بارها انجام میدین، ذهنتون کند میشه و نمیتونه ایده های جدید خلق کنه. برای همینه که تجربه های جدید ضروری هن. اونا دیدتون رو تازه میکنن و بهتون یادآوری میکنن که روش های قدیمی همیشه بهترین نیستن. در نهایت با ناراحتی، حس ناخوشایند دوست بشین. کسایی که متفاوت از بقیه فکر میکنن معمولاً با مقاومت روبرو میشن که ممکنه براتون عجیب باشه. ایده های جدید میتونه بقیه رو ناراحت کنه. تفکرتون رو بر اساس چیزی بنا کنین که معتقدین بهترین گزینه است. بیشتر اوقات این محبوب ترین انتخاب نخواهد بود، اما به هر حال انتخابش کنین. آدم‌ها شما رو زیر سوال میبرن و باعث میشن حس ناخوشایندی داشته باشین، اما یادتون باشه که هر آدم بزرگی توی تاریخ این مرحله رو گذرونده. ایده های اونا اونقدر برای بقیه آزاردهنده بود که معمولاً به عنوان دشمن دیده می شدن. اما دقیقاً همین متفکرهای بزرگ بودن که موجهای تغییر رو ایجاد کردن. یه روزی ایده منحصر به فرد شما هم ممکنه تحسین بشه. فقط روحیه زیر سوال بردن رو زنده نگه دارین. خب، یاد گرفتین که آدم‌های موفق یه ویژگی مشترک دارن. اونا متفاوت زندگی میکنن. اونا به کارها و چالش‌ها جوری برخورد میکنن که اونا را از آدم‌های معمولی جدا میکنه. همچنین کشف کردین چیزی که واقعاً آدم‌های موفق رو متمایز میکنه، طرز فکر منحصر به فردشونه. اونا بزرگ فکر میکنن، یعنی با در نظر گرفتن آیندهشون تصمیم میگیرن. قبل از اینکه کاری کنین، از خودتون بپرسین: این کار کمک میکنه به عنوان یه آدم رشد کنم؟ یه درس کلیدی دیگه اینه که خلاقیت نشانه آدم‌های موفقه. خلاق بودن ذهنتون رو تیز میکنه. فقط کمکتون نمیکنه انتخاب درست رو انجام بدین. کمکتون میکنه بهترین انتخاب رو انجام بدین. خلاقیت شما رو از منطقه امنتون بیرون میبره، چون موفقیت اونجا منتظرتونه. خلاق بودن یعنی نترسیدن از شکست، حتی اگه 100 بار اتفاق بیفته. یاد گرفتین که داشتن طرز فکر استراتژیک برای هر کاری حیاتیه. تفکر استراتژیک کمک میکنه مؤثرتر کار کنین و تضمین میکنه هر قدمی که برمیدارین شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه. این یعنی خرد کردن کارتون به تیکه‌های قابل مدیریت تا غرق کار نشین. تفکر تأمل برانگیز، فکر کردن به گذشته هم یه تمرین ضروری دیگه است. کمکتون میکنه تصمیمای بهتر بگیرین. با تشویق شما به نگاه کردن به تجربه هاتون و فکر کردن به اینکه چطور میتونستین موقعیت ها رو بهتر مدیریت کنین. آدم‌های موفق همیشه از اشتباهاتشون یاد میگیرن. همچنین اهمیت متفاوت فکر کردن رو یاد گرفتین. توی طول تاریخ همه آدم‌های بزرگ تفکر عمومی رو زیر سوال بردن. شما هم باید جرأت کنین تا متفاوت فکر کنین، خارج از چارچوب فکر کنین. یادتون باشه تفکر استراتژیک، تفکر تأمل برانگیز، تفکر خلاق، بزرگ فکر کردن و متفاوت فکر کردن تمرین‌هایی هستند که باید هر روز پرورششون بدین. حالا میدونین آدم‌های موفق چطور فکر میکنن. پس شروع کنین به تمرین این قدم‌ها و خودتون هم موفق بشین. اگه بتونین تفکرتون رو عوض کنین، میتونین زندگیتون رو عوض کنین. مرسی که به این خلاصه کتاب صوتی آدم‌های موفق چگونه میاندیشند اثر جان سی مکسول گوش دادین. امیدوارم این نکته‌ها براتون ارزشمند و الهام بخش بوده باشه. اگه از این خلاصه لذت بردید، لطفاً لایک کردن، به اشتراک گذاری و سابسکرایب کردن کانال ما رو فراموش نکنین. برای خلاصه‌های کتاب صوتی بیشتر با ما همراه باشین. تا دفعه بعد ذهنتون رو به چالش بکشین، به رشد کردن ادامه بدین و برای موفقیت تلاش کنین. باز هم مرسی که گوش دادین و توی خلاصه بعدی میبینمتون.